آقا سلام و مثل همیشه خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو یک دونه VPN واسهتون آوردیم. یعنی خدا سرعت بالا مشر دیگه اصلا لازم نیست پول به این VPN ها اشتراکی بدی. خب زیاد حرف نزنیم بریم سراغ ویدیو. قبلش حتما لایک کن، دکمه سابسکرایب هم بزن چون حمایت خیلی بزرگی از من میکنی. دمت گرم. لیتس گو بزن بریم سراغ ویدیو. خب قبل هر کاری وارد کامنت ها همین ویدیو میشی و از طریق لینکی که توی کامنت ها گذاشتم وارد چنل تلگراممون میشی و در بخش جستجو عدد 3 رو سرچ میکنین و خیلی راحت میتونین VPN رو دانلود کنین. حالا عکس VPN هم این است، اسمش هم فست VPN، میتونید از داخل پلی استور برید و دانلودش کنید. خب ما وارد VPN میشیم، صبر میکنیم برای ما لود کنه. خب همینطور که لود کرد من الان چون بهش وصل بودم دیسکانکت میکنم تا قطع شه. خب شما وقتی بار اول که بیاین تو این VPN یک صفحه اینجوری برای شما نشون میده. اینجا فست سرور داره که فکر کنم آره فقط سرور آمریکا هم داره، ولی خب سرعتش نسبت به امتیازش خیلی بالاتره. خب ما حالا واسه وصل شدن روی همین وسط کلیک میکنیم، 10 ثانیه برای ما میشماره. حالا یا یک تبلیغ برای ما نشون میده یا نشون نمیده. خب وقتی این علامت این بالا بیاد یعنی وصل شده. الان هم نشون میده که وصل شده و نشون میده سرعتش چقدره. خب اینجا سرعتش واسه آپلود زده و دانلود. حالا چون اینجا صفره باگ خورده، ما واسه تستش میایم داخل یوتیوب که ببینیم سرعتش چطوره. خب همینطور که این هنوز نیومدن واسه من اوورد. حالا ما رفرش هم میکنیم، کمی طول میکشه ولی همینطور که میبینید سرعتش نسبت به محیط کاربریش خیلی خوبه. همینطور که میبینید هنوز نیومدن واسه من آپلود میکنه. خب خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودی. من دیدم این VPN واقعا سرعتش خوبه، گفتم با شما هم اشتراک بزنم تا بتونین به VPN با سرعت بالا دسترسی داشته باشین. خب دمتون گرم. حتما لایک کن، دکمه سابسکرایب هم بزن چون حمایت بزرگی از من میکنی. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.